مراسم امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ، جایی که عباس علی‌آبادی وزیر سمت، معاونان نخست وزیر 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و رئیس کمیسیون اتحادیه اوراسیا پای سندی را امضا کردند که راه را برای ورود آسان محصولات ایرانی به همسایگان شمالی هموار می‌کند. پیوستن ما به این اتحادیه‌ها نظم تازه‌ای رو در اقتصاد جهانی به وجود خواهد آورد و بسیاری از محدودیت‌هایی که می‌تواند موجبات رنج برای ملت‌ها را فراهم کرده باشه اونها رو برطرف می‌کنه. معاون نخست وزیر روسیه که کشورش ریاست دوره این اتحادیه را بر عهده دارد، موافقتنامه را سندی سودآور برای طرفین عنوان کرد. این موافقتنامه منافع بلند مدت و سرشاری برای ایران و اعضای اتحادیه خواهد داشت. رئیس کمیسیون اتحادیه اوراسیا نیز برداشته شدن تعرفه‌های گمرکی برای حدود 87% کالاهای صادراتی و وارداتی و تسهیلات این توافقنامه را رونق بخش تجارت و بازرگانی در دو سوی دریای خزر عنوان کرد. ایران کشوری بزرگ با اقتصادی قوی و متکی به خود است. از امروز اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بزرگتر و قوی‌تر شد. پیشتر وزیر تجارت اوراسیا در نشستی خبری امضای این موافقتنامه را تحول جدیدی در همکاری‌های اقتصادی بین ایران با اعضای این اتحادیه عنوان کرد. موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهمترین سند همکاری با ایران به شمار می‌رود و با امضای این سند ایران به یکی از شرکای مهم اتحادیه اوراسیا تبدیل خواهد شد. به نظر من با این کار یک انفجار صادرات وارداتی ایجاد خواهد شد، به خصوص روی کالاهایی که مورد نیاز این کشورها هست و مطلع هستیم. در سن پترزبورگ، این شهر شمالی روسیه، امروز موافقتنامه امضا شد که میتونه به رونق تولید در داخل ایران هم کمک شایانی بکنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.